نمیدونستم باید چی کار کنم. هوا تاریک بود. یه شب سرد زمستونی که تا به خودم اومدم دیدم لباسم رو در آورده و داره با بدنم ور میره. نمیدونستم باید چی کار کنم. هوا تاریک بود. کوچه خلوت بود. افتاده بود روی پاهام و داشت شلوارم رو پایین میکشید. اون روزو هیچ وقت فراموش نمی کنم. شاید برای هر زنی یا هر دختری این اتفاق میافتاد، اما این ماجرا هنوز بعد از 10 سال منو آزار میده. هنوز بعد از 10 سال هر وقت یادش میافتم یا به مکانی مثل اونجا میرسم یا تنها توی زمستون توی خیابون راه میرم، تمام تنم میلرزه و تمام وجودم و وحشت فرا میگیره. تازه ازدواج کرده بودم. توی اداره خصوصی کار میکردم. از صبح ساعت 8 تا 4 بعد از ظهر کار میکردم. کار ما وابسته به یه ارگان خاص بود که باید لباس فرم مخصوص میپوشیدم. حجابمونو همیشه رعایت میکردیم. منم همینجوری بودم. میگفتم برام مهم نیست. کارمه که برام مهمه. حقوق خوب بدن اشکالی نداره. سرم گرم کار و زندگیم بود. بعد از کلی سختی به عشقم یعنی محسن رسیده بودم و با کلی قرض و بدهی رفته بودیم سر زندگیمون. از دار دنیا یه مادر داشتم که وقتی 10 ساله بودم و بابا و مامانم از هم جدا شده بودن و بابام برای همیشه از ایران رفته بود. مامان منو تنهایی بزرگ کرده بود و با سختی منو به دانشگاه فرستاده بود. همه کس و کارم مادرم بود. ازدواج نکرده بود، فقط کار کرده بود و کار. معلم بود. بابام بهش خیانت کرده بود و بعد از طلاق همراه معشوقش از ایران رفته بود و هیچ وقت هیچ سراغی از من نگرفت. واسه همین محسن شوهرم شد، پدرم شد، برادرم شد، همه کس و کارم. خدایی محسن مرد خوبی بود. آقا و مهربون، با محبت همه کار برام میکنه و منم با جون و دل همراهشم و دوستش دارم. پا به پای هم کار میکردیم. مستاجر بودیم اما دلمون خوش بود و مشتاق همدیگه بودیم. میگفتیم با تلاش خودمون به همه چی میرسیم. 1 سال بعد از عروسیمون بود که مادرم سکته کرد. مجبور شدیم برای مدتی 1 ماه بستریش کنیم بیمارستان. حالش خوب نمیشد. مرتب فشار بالا داشت و به همین علت باید تو بیمارستان تحت کنترل باقی میموند. اون روزا محسن منو میرسوند به محل کارم. عصرم میومد سر اتوبان نزدیک خونه دنبالم و منو برمیگردوند خونه. اما وقتی مامان بیمارستان بود، منی که حسابی بهش وابسته بودم و از دار دنیا فقط مادرمو داشتم، هر روز بعد از ساعت کاری میرفتم بیمارستان که فقط التماس کنم چند دقیقه بتونم مادرمو ببینم و براش وسیله میبردم. اون روز مامان حالش خیلی بد بود و من خیلی گریه کردم. خسته از سر کار رفته بودم اونجا و بهم گفتن حالش چند ساعت قبل بدتر شده و خدا بهمون رحم کرده. گریه کردم. به خدا التماس کردم که خدایا مادرمو برام نگه دار. من هنوز هیچ کاری براش نکردم و جز اون کسی رو ندارم. اون روز ماشین محسن از شانس بد من خراب شده بود و نمیتونست بیاد دنبالم. انقدر گریه کردم تو بیمارستان و از پشت شیشه به مادرم نگاه کردم که متوجه ساعت نشدم. ساعت 8 شب بود که از بیمارستان خارج شدم و با یه تاکسی به سمت خونه رفتم. هوا خیلی سرد بود. خیابونا خلوت خلوت. رسیدم سر اتوبانی که باید پیاده می شدم و از پل هوایی می رفتم اون سر اتوبانو تا به خونه خودمون برسم. رسیدم سر اتوبانی که باید پیاده می شدم و از پل هوایی می رفتم اون سر اتوبانو تا به خونه خودمون برسم. خونمون چند تا کوچه پایین تر بود و معمولا یا محسن می اومد دنبالم یا پیاده می رفتم. حدود 1 ساعت از بیمارستان تا خونه ما راه بود. حدود ساعت 9 شب بود که رسیدم اونجا. بدون توجه به دنیای اطرافم، غرق توی فکر و حال و روز خراب مامانم، با لباس فرم و شال گردن و دستکش و پالتو
بدون آرایش، با چشم‌هایی که از شدت گریه ورم کرده بودن، پامو روی پله برقی گذاشتم و به سمت بالا رفتم. یه چند ثانیه‌ای که گذشت، احساس کردم یه نفر از پشت سر به هم نزدیک شد. همین که به بالای پله برقی رسیدم، یه نفر از پشت سر دست گذاشت دور کمرم و قفسه سینه‌مو گرفت و منو پرت کرد روی زمین. صورتشو نمیدیدم. جیغ میزدم، داد میزدم، اما هیچ کس نبود. بالای پل هوایی تابلوهای تبلیغاتی بود و از بیرون کسی به داخل دید نداشت. اون وقت شب هیچ کس اونجا نبود. تو اون سرما تا اومدم بفهمم چی به چیه، کیه، دیدم یه مردی که داره تلاش میکنه شلوارم از پام در بیاره و افتاده روی من. به هزار زور کلی جیغ و داد و فریاد و مشت و لگد خودمو کشیدم کنار، اما ولکنم نبود. همونجا فقط تا برگشتم روی زمین با همون حالتی که افتاده بودم با لگد به زیر شکمش چند تا ضربه زدم و پرت شد از پله ها پایین. افتاد روی پله های پله برقی. صدای دادشو شنیدم. گفتم کشتمش، قاتل شدم. از ترس تمام تنم میلرزید. فقط شلوارمو کشیدم بالا و با تمام سرعت به سمت خونه دویدم. پشت سرمو دیگه نگاه نکردم. شوهرم بنده خدا توی خونه منتظرم بود. بنده خدا فقط یه بار نیومد دنبالم و داشت شام آماده میکرد برای من. تمام تنم خیس و گلی شده بود و از ترس میلرزیدم. شوهرم با دیدن من دم در خونه وحشت کرده بود. نمیتونستم حرف بزنم. دستام میلرزید و فقط میگفتم کشتمش. تصور کنید شوهرم با حرفای من چه حالی شده بود. فکر کنید با حال و روز اونجوری بیام جلوش بشینم و با اون حالم بگم یه نفر رو کشتم. به هم آب داد. نگرانم شده بود و میگفت چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ با لکنت زبون براش تعریف کردم که چی شده. پا شد لباس پوشید که بره ببینه چی شده. منو فرستاد زیر دوش آب گرم و خودش رفت. وحشت زده بودم. زیر دوش فقط اشک میریختم که چی شد؟ چرا؟ مگه من چی پوشیده بودم؟ مگه من چی کار کرده بودم؟ مگه من چه ساعتی توی خیابون بودم که حقم باشه یه نامرد با من همچین کاری بکنه؟ شوهرم اومد خونه. بعد از یه مدت گفت هیچ خبری نبوده، کسی هم چیزی ندیده و ظاهراً یارو چیزش نشده و از اونجا رفته. ممکن بود آسیب دیده باشه. فرداش افتاد دنبال دوربین، اما متاسفانه هیچ دوربینی اونجا نبود که اون اتفاقو ثبت کرده باشه. نتونستیم اون عوضی رو گیر بندازیم. تا مدت‌ها جرأت تنها بیرون رفتن رو نداشتم. هنوزم بعد از گذشت سالها وقتی یادم میفته میگم خدایا چرا؟ معلوم نیست اون آدم بیمار، اون آدم مریض با چند تا زن دیگه این کارو کرده که بدون استرس توی جای عمومی تو مرکز شهر با یه ذهن بیمارش به خودش چنین اجازه رو بده که با زن مردم همچین کاری انجام بده. از اون شب به بعد شوهرم دیگه یه لحظه هم منو رها نکرد و توی تمام اون حال بدی‌ها کنارم موند. اما فقط یه حرف میزنم به همه کسایی که بهشون تعرض شده، لباس بد تنشون نبوده، جای بد توی مکان بدی نبودن، بلکه بیگناه بودن و گیر یه آدم بیمار افتادن. اگه کسی تو اطراف شما خدایی نکرده براش همچین اتفاقی افتاده، به جای محکوم کردن درکش کنید. کمک کنید فراموش کنه. قضاوت و سرزنش فقط حال اون آدم رو بدتر میکنه. تقصیر اون نیست. جامعه پر از آدم بیمار جنسیه. اون شب تقصیر من نبود که این آدم به سراغ من اومد و خواست به من تعرض کنه. خیلی از زنای دیگه هستن که مثل من بیگناه همچین بلایی سرشون اومده. هر جا خبر از تعرض شنیدین نگین فلانی بدحجاب بوده، نگین خودش خواسته، میخواست اون وقت شب تنها تو بیرون نباشه. دیدم که بهتون میگم با آدما این کارو نکنید. نمیدونین اون آدم تو چه شرایطی قرار گرفته و
چه بلایی سر روز و روزگارش اومده. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. با لایک و کامنت به ما در ساخت هرچه ویدیوی بهتر کمک کنید و نظر خودتون رو در مورد داستان امروز در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدارتون.